مقصودتون اون چیزه، اون وصال حقه مثلا. اون وصال حق هم ما باش حساب داریم. اون که وصال فارسی اسمش وصال حق گذاشته و با پول حرام که برای این تلویزیون جمع شده بنده جمع کردم، اونا دارن کار میکنن و کار کردن درش جایز نیست. اینا رو من میرسم، مفصل بهش میرسم و در صفحه خودشون هم اهانت ها بنده کردن. خب مخاطبین این شبکه، البته اگر شبکه وصالی که تازه رو کار اومده که اسم عربیش تو چیز نوشتن وصال حق، بعد و پایین نوشته وصال، اگه اسمش عوض نکنه من ناچارم شکایت کنم به هاتورد که هم برای وصال عربی مشکل درست بشه هم برای این وصال. اسمتون رو در رسیور همون وصال حق بذارید، نه وصال فقط. وصال اینجا رسما به اسم تلویزیون ما ثبت شده. ما از افکام اجازه گرفتیم بر این، هم وصال فارسی، هر دوتاشون. اگه بعداً براتون مشکلی پیش اومد مسئول خودتونین. ما نمیدونیم با کی بجنگی، با دوستان نادان بجنگیم یا با دشمنان دانا یا با دشمنان خبیث. و خداوند خیران را و خیران را و نیکان را در این تلویزیون جمع کند و کودتاچیان را و منافقان را و پست پرستان را و پول پرستان را و مقام پرستان را از ما دورتر کند. ثروت دنیا لعنت خدا بر او باد. ببین دنیا چی کار میکنه. زر نابود می باید کرد که زر پلید مؤمن 100 ساله را یک روزه کافر میکند. اون چه سبب کودتا هم بود، یکیش زر بود. کودتا در وصال یکی از علتاش پول بود. و مقام پرستان و سخنچینان و دغلبازان و دنیا پرستان را از ما دور کند.